گیری نمودن دلیل‌های استفاده غیرقانونی و خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های زمین مؤسسه‌های تعلیمی در شهر و ناحیه‌های مملکت فعالیت گروه کاری نهادهای حفظی حقوق و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ادامه داشته سنجش‌ها منتظم گذرانده شده ایستادند. ضمن گذرانده این سنجش گروه کاری در ناحیه فرخار ولایت ختلان و ناحیه نورآباد منطقه رشت دلیل‌های استفاده غیرقانونی و خودسرانه غصب نمودن قطعه زمین مؤسسه‌های ساحه معارف در مساحت 0.120 گکتار از طرف ساکنان آشکار گردید. چنانچه ساکنی جماعت شهرک فرخار ناحیه فرخار میمونов نورعلی مساحت 0.4 گکتار قطعه زمین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه را غیرقانونی صاحب شده در آن منزل استقامتی بنیاد نموده است. من 2 سال پیش در مکتب رقم 10 4 سوت زمین غیر قانونی خانه ساخته بودم. با ما کارهای فرماندهی کردن مقامات تو زمین رو با مکتب 10 برگرداندیم. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در یکجایی با مقامات حفظی حقوق حالت‌های ویرانکننده قانونگذاری در مؤسسه رقم 10 ناحیه آشکار کرده شد. از طرف شهروند نومان نورالدین در مساحت 0.104 گکتار آشکار کرد که در این قطعه‌های زمین بیناهای یوراسین و اینچنین دیوارهای احاطوی ساخته شده بودند که با پورگی برطرف کرده شدند و قطعه‌های زمین خودسرانه غصب کرده شده با مؤسسه تحصیلات میانه رقم 10 وابسته کرده شد. وابسته به این حالت از طرف پروکوراتورای ناحیه فرخار اعتراض آورده شده در اساس آن با قرار رئیس ناحیه قطعه زمینی از طرف میمونов نورعلی خودسرانه غصب گردیده به حالت اوله برگردانده شده آن به توازن مؤسسه تعلیمی رقم 10 گذرانده شد. از سال 2000 تا این جانب از حدود زمین‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه فرخار و میمونов نورعلی به اندازه 4.5 سوتیخ با مقصد بنیاد منزل استقامتی با قرارهای سابق رئیسان ناحیه فرخار داده شده است. 4.5 سوتیخ زمینی در اساس شهرنامه و میمونов نورعلی داده شده یک طرفه بیکار کرده شده به حالت اوله برگردانده شده. همزمان از طرف گروه کاری در ناحیه نورآباد منطقه رشت نیز حالت خودسرانه غصب نمودن قطعه زمین نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 و مساحت 0.16 گکتار از طرف دولت مبارکشاه ساکنی دهه آبیلورد جماعت دهاتی خمدان ناحیه نورآباد آشکار کرده شد. تقریبا سال 1998 99 در همین قطعه زمین آقا خانه ساختن. بعد از سنجش فهمیده شد که همین زمین به مکتب 20 تعلق دارد به طور اول برگرداند. این حال ما در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 دهه آبیلورد قرار داریم و قطعه زمین نزد مؤسسه که از طرف ساکنین همین دهه خودسرانه غصب گردیده بود با حالت اوله برگردانده شده به توازن مؤسسه تعلیمی داخل کرده شد. در نتیجه گذراندن سنجش دلیل مذکور پورا آشکار گردیده از جانب پروکورور ناحیه نورآباد جهت برطرف سازی قانون ویرانکنی مذکور امر برآورده شد. در اساس امر پروکورور قرار رئیس ناحیه نورآباد برآورده شد و قطعه زمینی که دولت مبارکشاه خودسرانه غصب نموده در آن انشاءات یوراسون بنیاد کرده بود به حالت اوله برگردانده شده به توازن مؤسسه تعلیمی رقم 20 ناحیه گذرانده شد. قطعه زمین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 که از جانب ساکنین دهه آبیلورد شهروند دولت و مبارکشاه خودسرانه غصب نموده است در اساس قرار رئیس ناحیه نورآباد از 31 می سال 2023 و توازن مؤسسه مذکور برگرداننده شد. وقتی سنجش گذرانده نشان داد که دولت و مبارکشاه قدرتویچ ساکنی ناحیه نورآباد جماعت دهاتی خمدان دهه آبیلورد غیر قانونی زمین‌های تعلق داشته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 دهه آبیلورد را غصب نموده در آن بناهای یوراسون ساخته است. برای برطرف نمودن کمی‌های جای داشته عنوانی رئیس ناحیه عمل داده شد. در نتیجه قانون ویرانکنی مذکور برطرف زمین‌ها به حالت اوله برگردانده شده به توازن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 دهه آبیلورد گذرانده شد. فعالیت گروه کاری اوید با آشکار و پیشگیری نمودن قانون ویرانکنی‌ها در سمت خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های زمین مؤسسه ساحه معارف ادامه داشته نسبت به شهروندانی که تا هنوز قطعه‌های زمینی نزد مؤسسه‌های تعلیمی را غیرقانونی استفاده می‌برند طبق قانونگذاری چاره‌های داخلدار اندیشیده می‌شوند.